تاجیک ها به تاجیکستان بروند، ازبک ها به ازبکستان و هزاره ها به گورستان. این نوشته‌ای بود که طالبان بر دیوار خانه یکی از شهروندان مزار شریف نوشته بودند. جمله‌ای که اکنون همچون تاریخ شفاهی نسل و نسل و سینه گشته تا آن گذشته سیاه فراموش نشود. گذشته‌ای که هنوز هم بر چشمانداز روشن آینده سایه انداخته است. امروز 17 اسد 22مین سال روز حمله طالبان بر شهر مزار شریف افغانستان است. حمله‌ای که بعدها توسط نهادهای بین المللی از آن به عنوان یک قتل عام یاد شد. اما هزاره ها که 50% نفوس شهر را تشکیل می‌دهند آن را نسل کشی هدفمندانه‌ای می‌دانند که هنوز هم دامن آنان را رها نکرده است. 20 سال پیش زمانی که افغانستان دومین سال حاکمیت طالبان را به عنوان امارت اسلامی افغانستان در کابل سپری می‌کرد، مزار شریف از جمله مناطقی بود که مورد حمله شدید طالبان قرار گرفت و در همان ساعت اولیه بسیاری از غیر نظامیان مزار شریف به جرم هزاره بودن و شیعه بودن کشته شدند. وسعت جنایت علیه هزاره ها به قدری بود که به گفته شاهدان عینی جنازه ها تا روزها بر کف خیابان روی هم انباشته شده بود و پس از مدتی با گاری و مناطقی نامعلوم برده می شد. بر اساس آمارها تعداد این کشته ها تا 10,000 نفر عنوان شده است. چاپاچار را داد در منطقه مزار یک دم گرفت لغت کرد آمد آنه چیزی که وی که پای داشت رفت دکو بالا شد. این که بے پای بود غریب بیچاره بود نمیده که مانو گرفت از یخن گرفت کشتی. یک تعدادش برد بندی کرد و یک تعداد دیگه‌اش برد این قندار بود. 3 سال پاشایی کرد دیگه تمام اون منطقه را گرفت یک دم. مذهبش میگفت مذهب دیگه به غیر از سنی